سلام، امیدوارم که خوب باشین. این هفته میخوایم درباره خواستن یا desire صحبت کنیم. خواسته یا آرزو یه چیزیه که با تجربه زندگی خودش به وجود میاد و لازم نیست خیلی دربارش فکر کنیم. این یه اتفاقیه که هم توی ناخودآگاه و هم توی خودآگاه اتفاق میفته. وقتی که یه خواسته ای توی وجودمون شکل میگیره، دلمون میخواد که اون خواسته رو توی دنیای واقعی و فیزیکی ببینیم. خلق آگاهانه و بعد تبدیل شدن اون خواسته به واقعیت فیزیکی یه بخش بزرگی از زندگی جسمی ما توی این دنیاست. فرایند تجلی یا منیفستیشن هم توی دنیای غیر مادی اتفاق میفته، هم توی دنیای مادی. یعنی اول ذهنی اتفاق میفته، بعد احساسی، بعد انرژیکی، بعد ارتعاشات و در نهایت هم توی دنیای واقعی شکل میگیره. اما این مرحله آخر رو، یعنی عمل کردن و حرکت کردن، و معمولا خیلی یادشون میره یا فراموشش میکنن کلا. یعنی فراموش میکنن که عمل کردن یه بخش بزرگی از پروسه منیفستیشن یا تجلی خواسته است. اصلا عمل کردن یه بخش مهمی از هدف ما برای اومدن توی این زندگی فیزیکیه. یه نکته خیلی مهم درباره زندگی اینه که مهم نیست چقدر اطلاعات داری اگه بهش عمل نکنی. مهم نیست چقدر کار ذهنی و احساسی میکنی اگه تغییر واقعی در جهتش ایجاد نکنی. مهم نیست چقدر چیز خواستی اگه هیچ قدمی به سمتش بر نداری. خیلی‌ها توی دام این میافتن که با استفاده از تمرینای معنوی و خودشناسی و رشد فردی و این چیزا خودشونو از زندگی فیزیکی کلا جدا میکنن، حتی فرار میکنن. به جای اینکه این تمرین‌ها رو استفاده کنن ازشون برای بهتر شدن زندگیشون، کلا اینو هدفشون قرار میدن. خیلی‌ها فقط یاد میگیرن که فکر کنن، تحلیل کنن، روی خودشون کار کنن و فکر میکنن که خواسته‌هاشون بدون اینکه هیچ حرکتی بکنن یا تغییری ایجاد بکنن خود به خود ظاهر میشه. اما خب اینو فراموش میکنن که یکی از هدفهای اصلی ما برای اومدن توی این بدن فیزیکی همین تجربه حرکت و تغییر و عمله. اینا همون چیزاییه که شادی واقعی زندگی رو میسازه و حس هیجان فیزیکی بودن رو به ما میده توی این دنیا. با یادگیری، افزایش آگاهی، فهمیدن خودمون در سطح ذهنی و احساسی و با تصویرسازی برای همراست شدن ارتعاشی با خواستمون، ما یه نقطه جذب خیلی قوی میسازیم. این نقطه جذب باعث میشه که آدما، مکانها، شرایط، اتفاقات همسویی با خواستمون، همراستایی با خواستمون به سمت ما بیان. اما همچنان باید عمل کنیم. یعنی کاری که میکنی توی این دنیای غیر مادی باید باعث بشه که توی دنیای مادی هم حرکت و یه اقدامی بکنی به سمت خواستت. مثلا ممکنه بدونی که ورزش کردن چقدر برای سلامتی جسمت مهمه، برای ذهنت چقدر خوبه، ولی بازم کلی بهونه بیاری ورزش نکنی. خب این که تأثیری نداره توی سلامتت، چه فیزیکی چه جسمی. یا اینکه دلت بخواد یه رابطه عاشقانه داشته باشی، نباید بشینی توی خونه و تنها باشی و فقط سریال ببینی. خب جادویی که کسی نمیاد پیدات کنه، قابل توجه بعضیا. یا اینکه بدونی باید پس‌انداز کنی، مدیریت مالی داشته باشی، ولی خب همش بری خریدای اضافه کنی و از این حقوق تا اون حقوق زندگی کنی. یا کلی کتاب و فیلم درباره مثلا موج سواری ببینی، ولی خب هیچ وقت نذاری بری کنار دریا یا یه تخته موج سواری کرایه کنی و واقعا بری تمرین کنی. بدون هماهنگی عمل و خواسته، تجلی اتفاق نمیفته. اگه حاضر نباشی تغییر کنی، حرکت کنی، عمل کنی، کاری میکنی که رسیدن به خواستت سخت‌تر بشه و حتی جهان و کائنات هم نتونه اون چیزا رو که میخوای بهت نزدیک بکنه. حتی اگه بخوای توی یه موقعیت یا خواسته یه نفر دیگه نقشی داشته باشی، بدون عمل اونم سخت میشه، چون میدونی که گاهی وقتا کائنات از تو استفاده میکنه برای اینکه یه نفر دیگه به خواستش برسه. وقتی که هیچ کاری انجام ندی و منفعل باشی، حتی توی مسیر یه نفر دیگه هم نمیتونی موثر باشی. نکته دیگه اینه که خیلی‌ها فکر میکنن اگه فقط بشینن کار ذهنی و احساسی بکنن یا اگه همه چیزو بدونن، زندگیشون خود به خود بهتر میشه. اما خب من میخوام بهت بگم که اگه تغییری ندی توی زندگیت، اگر حرکتی انجام ندی، حتی اگر ساعتها، ماهها بشینی روی آگاهی خودت، روی رشد خودت کار بکنی ولی عملی انجام ندی، زندگیت بدتر میشه که بهترم نمیشه. یه مثال بزنم. یه دختر رو تصور کنی که توی رابطه
تاکسیک و ناسالمیه. وقتی که بیشتر آگاه میشه میفهمه که چقدر محیط اطرافش سمیه. وقتی شروع میکنه به درمان ذهنی و احساسی و مدیتیشن و این کارا، نیازهای درونیشو بهتر میفهمه. اگه فقط روی خواستش تمرکز کنه، مثلا یه رابطه امن و سالم، فاصلش در واقع با وضعیت فعلیش خیلی بیشتر میشه، چون که اینطوری الان آگاه، میدونه که شرایط چی باید باشه و نیست و مقایسهش میکنه با شرایط فیزیکی واقعی. خب بیشتر فاصله رو احساس میکنه و زجر بیشتری میکشه. اگر هیچ قدم فیزیکی برای تغییر رابطه یا ترک اون رابطه بر نداره، درد و رنجش هم بیشتر میشه. احساس ناامنیش، احساس محرومیتش عمیق‌تر میشه. فاصله بین خودش و خواستش بزرگتر میشه تا جایی که دیگه کاملا ناامید میشه. باید اینو فهمید که اگر بر اساس آگاهی که به دست آوردین عملی انجام ندین، زندگیتون بدتر میشه که بهترم نمیشه. تمام نیروهای کائنات هم اگر بخوان تو رو به سمت خواستت بکشن، ولی تو در خلاف جهت حرکت کنی، هیچ کاری ازش بر نمیاد و فقط سختی و رنجه که میاد به سراغت. پس رنج وقتی پیش میاد که ما یه خواسته ای داریم ولی خودمون رو توی وضعیتی نگه میداریم که دوست نداریم، یعنی تلاشی برای تغییر اوضاع انجام نمیدیم. و وقتی که این کارو میکنیم، جلوی رشد خودمون رو، جلوی اکسپنشن خودمون رو میگیریم و به یه نوعی داریم درد و سختی رو انگار دعوت میکنیم به زندگیمون. کائنات هم فقط میتونه این درد و رنج رو زیاد کنه وقتی که ما خودمون هیچ کاری انجام نمیدیم برای رشدمون. پس حالا وقتشه که از خودت بپرسی چی باعث میشه که عمل نکنم. یکی از بزرگترین دلایلی که عمل نمیکنن آدما اینه که از تغییر میترسن. ممکنه که بدونی که باید تغییر کنی، حتی بدونی دقیقاً چه کاری باید انجام بدی، چه تغییری باید اتفاق بیفته، ولی نتونی خودتو مجاب کنی به انجامش. یه بهونه خیلی رایجم اینه که خب من نمیدونم باید چی کار کنم. وقتی که توی این چرخه میفتی، دنبال کار درست داری میگردی. خب این اشتباه ترین کاره، چون که هیچ عمل جادویی و درست یه مرحله‌ای وجود نداره. کائنات هم دنبال این نیست که تو رو تست کنه که ببینه آیا واقعا میدونی که کدوم کار درسته یا نه، یا مثلا میتونی اون کار درست رو پیدا کنی انجامش بدی یا نه. خیلی فکر میکنن یه حرکت معجزه‌ای عجیب غریب هست که همه چیز رو قراره بیاد درست کنه و قبل از اینکه شروع کنن باید اون کار رو پیدا کنن، ولی خب این اشتباه محضه، چون هیچ راه حل جادویی وجود نداره. در واقع هر مسیری که میری در نهایت یه جور جادوی خودشو داره. اون چیزی که مهمه قدم و مراحل پیوسته است که برداری. هر کسی هم باید مخصوص خودش رو توی زندگیش پیدا کنه و به خواستش برسه. پس اصلاً بی حرکت نمون، منفعل نباش، فعال باش، دنبال یه کاری بگرد که میتونی انجام بدی، دنبال قدم بعدی باش که میتونی انجام بدی. از کسایی کمک بگیر که میتونن بهت کمک کنن، مخصوصاً کسایی که قبلا اون کار انجام دادن، به جاهایی رسیدن توی زندگی که تو دلت میخواد بهش برسی. از اونا مشورت بگیر، ببین چه کاری کردن، از چه راهی رفتن. اگه هم به یه جایی رسیدی که احساس کردی قبلا هیچ کسی این قدم رو بر نداشته، بازم نترس، شاید تو باید نفر اولی باشه که اون قدم رو بر میداری. برای هر مانعی که جلوی عملتو گرفته، باید هر کاری که میتونی انجام بدی که اون مانع رو از سرت برداری. چون اگه عمل نکنی، زندگیت بدون نتیجه و پیشرفت میشه. منتظر نمون که خواستت خود به خود بیاد به سمتت. این یه راه منفعل و بی‌قدرته برای زندگی کردن. تو برای این به دنیا نیومدی که فقط منتظر بشینی. درسته که دانش قدرته، اما اگر به عمل تبدیل نشه کاملا بیفایده است. انگیزه هم همینطور. اگه عمل نکنی هیچ تأثیری نداره. تو بشین ساعتها مدیتیشن کن، ولی وقتی در جهت اون خواستت هیچ قدمی بر نداری، هیچ عملی نکنی، هیچ فایده‌ای نداره. پس حتما بشین، فکر کن، ببین چیا یاد گرفتی، بهشون عمل کن، کاری کن که خواستات به واقعیت برسه. چون توی این دنیای فیزیکی دانش بدون اجرا ناقصه. درست مثل این میمونه که دم داشته باشی بدون بازدم. مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردیم. ممنونم که با لایک و سابسکرایبتون از من حمایت میکنین. هفته خوبی داشته باشین. دوستتون